سلام علیکم همشهریان عزیز گنبدی. اخیرا اتفاقی که افتاده در شهرمون، این خانم جوانی که بیرحمانه کشته شده، ازتون خواهش میکنم که قضاوت نادان نکنید. مردم شهر گنبد ما داغ دیده شدن. از قوه قضاییه تقاضا میکنیم هر چه زودتر این مرد کثیفی که دست به این کار زده سریع به اشد مجازات برسونش. با تشکر، مردم شریف گنبد کاووس. دم همتون گرم. یا حق. سلام علیکم همشهریان عزیز گنبدی. اخیرا اتفاقی که افتاده در شهرمون، این خانم جوانی که بیرحمانه کشته شده، ازتون خواهش میکنم که قضاوت نادان نکنید. مردم شهر گنبد ما داغ دیده شدن. از قوه قضاییه تقاضا میکنیم هر چه زودتر این مرد کثیفی که دست به این کار زده سریع به اشد مجازات برسونش. با تشکر، مردم شریف گنبد کاووس. دم همتون گرم. یا حق.